به نام خداوند بخشنده مهربان، با یه قسمت دیگه از اتود در خدمتتونیم. امروز یک مهمون بسیار ویژه داریم، امیرحسین حسینی، یه کارآفرین کله شق دیوونه، بسیار آدم خاص، تو حوزه‌های مختلف بوده، کارهای مختلف کرده. الان اومده تو فضای فرهنگ و یه استارتاپ جذاب به اسم داتام را انداخته که با بتون میتونه یک اثر هنری رو خلق کنه. امیرحسین به شدت خلاقه، به شدت اهل تحقیق و توسعه است، به شدت سرچ میکنه و مطالعه میکنه. مهمترین ویژگی امیرحسین اینه که برای آموزش بسیار وقت میذاره. کسایی که میخوان محصولات فیزیکال فرهنگی طراحی کنن حتما این قسمت رو ببینن، قطعا به دردشون میخوره و براشون مفید خواهد بود. ارادت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم با قسمت اول اتود مدیا. یک مهمون بسیار جذاب داریم امروز، آقای حسینی، رفیق چند ساله خودم. برنامه بسیار مفید خواهد بود. امیرحسین سالهاست که تو فضاهای مختلف بوده، تجربه های خیلی خفن داره، یه آدم بسیار متفاوته. از گفتگو قطعا لذت خواهید بود، حتما همراه ما باشید. و اینکه من امیرحسین اینجوری تعریف میکنم که امیرحسین تو هر کسب و کاری ورود پیدا کنه، چه تو حوزه فرهنگ، چه حوزه های آیتی و چه صنایع مختلف، امیرحسین میتونه موفق باشه. حالا وقتی گفتگومون رو شروع کنیم حتما به این نکته شما هم خواهید رسید. خب آقای حسینی، ارادت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، ما در خدمت شما و دوستان هستیم. قربونت. امیرحسین جان، حالا شروع گفتگومون اینجوریه که اول بچه‌ها من اینو بهتون بگم، از همین اپیزود اول ما خیلی قرار ویدیوکستمون غیر رسمی و صمیمانه و خلاصه رفیقامون رو دعوت میخوام بکنیم و البته همه کسایی که تو حوزه کسب و کار فرهنگی حرف برای گفتن دارن، ولی خب خیلی با حالت اینایی که تولید محتوا میکنن و میخوان خیلی نکات رو رعایت کنن اینجوری نیستیم. میخوام یه گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. امیرحسین خودت اول معرفی کن، کجا بودی، چیکار کردی، چی خوندی؟ بسم الله. من امیرحسینم حسینی، 29 سالمه، یه ماه شدم 29 سال بعد 30. عرضم حضورتون دروس حوزوی خوندم سطح 2، بعد ام بی ای خوندم دانشگاه تهران، لذا یه تلاقی وجود داره. شبیه تلاقی نیستی چرا؟ نه هستم، رفتاری تو ذهن هستم. عرضم حضورتون تو فعالیت‌های حالا مثلا استارتاپی رو بیشتر فعالیت می‌کردم، یعنی علاقم به اون سمت. تو فضای فرهنگ حالا اونقدر که باید شاید فعالیت نکردم، اما خب فضاشو دوست دارم. یه چند وقتی که توش حالا ارتباطاتی دارم و رفت آمدی وجود داره، برام جالبه، به نظرم فضای جالبیه. گفتی تو فضای بیشتر غیر فرهنگ بودی، کجا بودی، چیکار کردی؟ من فعالیتی حالا استارتاپی رو خیلی علاقه داشتم، حالا تو حوزه تک یا مثلا تو حوزه‌های حالا غیر فرهنگی حداقل بگم. حالا فعالیتی که داریم می‌کنیم خب کاملا متفاوته با فعالیتی که قبلا کردیم. حالا اصطلاحاً یه آدم بهم تا الف، یعنی تو زمینه‌های مختلف معمولا فعالیت کردم، اما خیلی مثلا اونجوری که باید شاید عمیق نشده. علت هم داره، یعنی مدل فکری و رفتاری اینطوری فکر می‌کنم مثلا این مدل بهم میاد. تمام شد. خیلی عالی. یادم قبلا روی پروداکتی کار می‌کردی که با موضوع فریلنسری و چیزای اینجوری بود، اونم یه توضیح بده. ما یه در واقع محصولی خواستیم لانچ کنیم که یه ارتباطی بین ما یه فاصله می‌دیم بین فهم کارفرما از چیزی که می‌خواد و فهم فریلنسر از اون چیزی که کارفرما می‌خواد. و این وسط مشکلات زیادی بود، مشکلات حقوقی بود، مارکتینگ بود و پروژه گرفتنش بود، بریف کردن پروژه و انتقال دادنش به در واقع مشتری بود. یعنی کارفرما چیزی رو می‌خواست که مشتری نمی‌فهمید، مشتری هم چیزی رو می‌زد که کارفرما نمی‌خواست. ما احساس کردیم یه گپه، این یه فاصله میشه پرش کرد و درست هم فکر می‌کردیم. یه حالا استارتاپی یا چند سال روش وقت گذاشتیم که حالت اصطلاحاً حق العمل کار به اصطلاح حقوقیش تو فضای فریلنس بود، هم کمک به فریلنسر میکرد که بتونه پروژه‌های بیشتری رو بگیره و سریعتر پروژه‌هاش رو انجام بده، هم کارفرما میتونست اون فهمی و اون نیازی که داره راحت‌تر منتقل بکنه. تونستم توضیح بدم؟ بله خوب بود. چند تا فریلنسر تونستی درگیر کنی؟ حالا ما تقریبا تو 2 سال تعداد فریلنسری که مصاحبه ارتباط داشتیم حدود 1000 فریلنسر بود که مثلا 100 و خورده 200 نفرشون حالا ارتباط مستقیم داشتیم و حالا میرفتیم و میومدیم. یه استارتاپی بود، حالا اصطلاحاً مثلا بادکوبه هم همچین استارتاپی داره بالا میاره به اسم کوورک. اگه بخوان یه نمونه مشابهش رو ببینن، کوورک بادکوبه واقعا
تو این زمینه حالا داره خوب عمل. فکر کنم جلساتی هم داشتی با آره افتخارش بود، ما در خدمت دوستان بودیم، چون ما خودمون یه حالت مثلا دوستانه طور این فضا رو بالا بردیم. البته دوستانه کار نکردیم، کاملا جدی بود فضا، اما کوورک خیلی رسمی تر و با زیرساخت بیشتر داره این کار میکنه. همون کارو داره میکنه دقیقاً، تقریبا میشه گفت این کارو میکنه، چون این فضا چیز غیر از کارلنسر و این هاست. پونیش می‌خواستم همین رو بپرسم، تفاوتش با فریلنسر.com و پونیشا و کارلنسر و اینا در واقع فعالیتی که دارن انجام میدن یه پرداخت حالا اصطلاحاً سه بعدیه، یعنی پول بین کارفرما و فریلنسر میمونه و حالت امن میشه، یعنی دو طرف اوکی میدن تا پول جابجا شه. دو اینکه حالا یه سری پروژه‌های اونجا تعریف میشه. ما کاری که می‌کردیم پروژه رو به اسم خودمون می‌گرفتیم، یعنی مثلا یه برندی بودیم به اسم برند خودمون می‌گرفتیم و این پروژه رو ما با فریلنسر می‌بستیم به صورت حالا برون سپاری شده. ارتباطات راحت‌تر شده و نظرم بیزینس‌هایی که بر پای ارتباطات هم میتونن خیلی بهتر از قبل فعالیت کنن. خیلی عالی. چی شد امیر حسینی دفعه بی خیال شدی این زمین خاکی زمین خاکی هم نیست، خیلی استارتاپ رو بوسیدی گذاشتی کنار و وارد فضای فرهنگی شدی و یه محصول فرهنگی به این سمت رفتی؟ والا نمیدونم دقیقاً چی شد. من اون ذهنیت رو دارم، یعنی من یه ذهنیت دارم که با خودم یدک میکشم تو بیزینس‌های مختلف. اون ذهنیت برام مهم‌تره. چیه اون مایندست، اون ذهنیت چیه؟ خب من علاقه به حرکت دارم، این مسئله مهمیه. من معتقدم که حالا نمیخوام خیلی کلیشه‌ایش کنم، اما معتقدم انسان در حرکته، یعنی فرایند حالا مهمتر از فراورده است، یعنی این مسیره به نظرم مهمتره. البته گاهی آدم خسته میشه به دنبال دستاورد هست، من خودم آدمیم که دستاورد برام مهمه، اما خب فکر می‌کنم این حرکت مهمه. مثلا من خیلی قائل به حرکتم، یعنی من ممکنه از یک کسب و کاری کاملا متفاوتی برم توی کسب و کاری. البته خیلی بهم میگن کارو نکن، حالا آدم‌های حتی درست و حسابی بهم میگن، این تجربه دار بهم میگن این کارو نکن، اما فکر می‌کنم که علیرغم سختی‌هایی که داره بعضی وقتا برمیگردم عقب می‌بینم که مثلا عجب ببخشید اشتباهی کردم، اما آدم خوشحالم. فکر می‌کنم این تجربه جالبی به آدم میده و البته سختی‌های حالا خاص خودش رو هم داره. کسب و کار الانت چیه و داری چیکار می‌کنی؟ اسمش چیه و چه محصولی داری خلاصه؟ یه برندی به اسم داتام، حالا داتام به معنای خالقه، اسم قدیمی ایرانیه. تقریبا 4-5 ساله که فعالیت میکنه تو این حوزه. یکی از دوستان ما تو این حوزه فعالیت میکردن. در واقع دست سازه های مینیمال بتونی میسازن، یعنی با متریال بتون محصولاتی رو میسازن که اینا اولا دست سازن، یعنی فضای هنریه. ثانیاً این که در واقع یک محصول جدیدیه، یعنی توی ایران محصول جدیدیه و حالا جای رشد داره دیگه. و اینکه چرا من اومدم، گفتی چرا اومدم؟ آره بیزینس مدلش برام جذاب بود. یک، دو اینکه آدم‌هایی که توش کار می‌کردن جذاب بود، چون آدم با هر کسی نمیتونه کار کنه. تو یعنی این کسب و کار بود و رفتی کوفاندر شدی، یعنی اینجوری بود؟ این حالت بیشتر یه فضای آرندی و در واقع سرچ برای پیدا کردن یک متریال یا یک محصول بود و این فضا خیلی طول کشیده بود. طبیعی هم بود چون متریال خاصی بود، محصول خاصی بود، یعنی دوستان داشتن تو این زمینه اینو تجاریش نکرده بودن. یعنی تبدیل شدن از یک محصول حالا مثلا که داریم روش کار میکنیم به اینکه ما بتونیم اینو اصطلاحاً حالا MVP بکنیم، یه محصول اولیه کنیم، بره تست بازار بگیره، بعد میتونیم مثلا فیدبک ها بیاد و شروع کنیم. یعنی اینجوری باز تعریفش کنم بگمش، ببین درست میگم، یعنی یه تیمی بود که حالا یه تعداد آرتیست بودن میتونستن یه چیز رو خوب طراحی کنن، تیم تولید خوبی هم داشتن، ولی اصطلاحاً پروداکت مارکت فیت نبود، مبتنی بر نیاز بازار نبود، نمیدونم مشتری رو نمیفهمید. بعد شما اومدی و این اتفاق رقم خورد. آره، و اینکه اصلا تو خود فرآیند تولید هم پیچیدگی زیاد بود، مشکلات خیلی زیادی اتفاق میافتاد. اصطلاحاً ما مثلا پایپلاین تولیدمون، فرآیند تولیدمون گسترده بود، این نیاز به مدیریت پروژه خوب داشت. مثلا تو خود متریال باز ما کار باید می‌کردیم. مثلا ما کلا بیزنس مدل کار رو عوض کردیم، یعنی الان ما کارگاه رو برون سپاری کردیم. حالا تولید بدون در واقع کارخونه، یا همچین فضایی. استراتژی‌های مارکتینگشون و استراتژی‌های آرندیش اینا همه رو دست تو بود. و فضاتون فضا کوفاندری شد دیگه، درسته؟ بله، ما تیمیم، یعنی همه در یک سطحیم، همه با هم دوستیم، همه با هم کار می‌کنیم، خلق ارزش می‌کنیم. خب امیر حسین، یه چیزی که من میدونم که چون دیدم، روزی چند ساعت برای آموزش خودت وقت می‌ذاری؟ الان کمتر شده متاسفانه، ولی میذارم 2-3 ساعت. میانگین روزی 2-3 ساعت حداقل میذاری؟ آره. حداقل نه 2-3 ساعت. 2-3 ساعت؟ اوجش چقدر بود؟ اگه مثلا درگیر یه بیزینسی خیلی جدی نباشم،
فول تایم رو آموزشم، یعنی تو ریسرچم رو آموزشم، مثلا میخونم و اینا. ولی الان مثلا میخونم دیگه، هر جا گیر بیارم یه چیزی میخونم، یه چیزی میبینم، یه چیزی گوش میدم. آره مثلا من 1 ساعت و نیم میرم، 1 ساعت و نیم میام، همیشه دارم پادکست گوش میدم، کتاب میخونم، خیلی همین به همین راحتی. چه پادکستی رو گوش میدی؟ تبلیغ نیست. نه طبقه 16 واقعا جذابه به نظرم. بعد فعلا طبقه 16 بیشتر. کتاب گوش میدم الان خیلی. فیدیو کتاب راحت. میتونی بگی چه کتابی؟ چون به عنوان کسی که صاحب کسب و کار دارم ازتون میپرسم، برای مخاطبینمون احتمالاً جذابه. یه کسی که بالاخره یه کسب و کار سرپا داره، یه محصول جذاب داره. حالا ما محصولاتو نمایش میدیم دیگه. میخوام ببینیم چه آموزشایی میبینی، چی میخونی بیشتر که به کسب و کارت کمک میکنه. من یه مقداری مبانی برام مهمه. یعنی مبانی به معنای اینکه مثلا کتاب رهبران آخر غذا میخورند برام این جالبه. من به این قائلم. من قائل به اینم که کلا شما اگه مثلا میخواید مسئولیت بپذیرید برای کار کردن با افرادی که شما یه جورای موتور محرکید، شما مدیر عاملید، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، شما نیازه که بیشتر از بقیه تلاش کنید. و من ازم دوران این که مثلا اون آدم ضعیفه تیم بیاد در مغازه رو وا کنه، در مغازه بنده بره، گذشته. یعنی آدمی که من ازم این ذهنیت رو داره که بخواد از بقیه استفاده بکنه یا مثلا خودش کمترین میزان ساعت کاری داشته باشه، من نظرم مثلا معنی نداره و قطع به یقین شکسته. مثلا من مبانی برام مهمه. یعنی مثلا بعضی وقتا ممکنه بحث فلسفی، مثلا انسان در جستجوی معنا، برام خیلی کتاب جالبی بود. بعد یه اصطلاح جالبی داره، این خیلی باحاله، میگه بعضی وقتا روزها از هفته‌ها بلندتره. میگه این تو بین زندانیایی که حالا بودن معروف بود که گفتن روز بلندتر از هفته است. ولی ما این اتفاق میفته. یعنی من گاهن پیش میاد که روزها برام خیلی سخته ولی هفته‌ها خیلی زود گذشته، خیلی جالبه. ولی آره فکر می‌کنم این مباحث حالا که میتونه بیس ذهن انسان رو تغییر بده، به نظر اون جهان بینی ها، اگه نمیدونم دقیق اسمش چیه، ولی اون خیلی شاید به نظر مهم باشه. و اونا رو اساساً توی مسئله کارآفرینی مهم میدونی. یعنی میگی که اگه مبنای کارآفرین قوی نباشه، آره. یاد یه چیز افتادم، یه مقاله از آقای پل گراهام افتادم. حالا بعدن چون میدونم پل گراهام هم خیلی دوست داری و با کامیونیتی رو شتاب دهندهش رو حالا مقالاتش اینا رو دنبال می‌کنی، بگو اونم بگو. ایشون یه مقاله داره بیگود، خوب باش، و اساس یعنی مبانی کارآفرینی رو بر اساس صداقت و راستی و خوب بودن تعریف میکنه و این جذابه. یه چیزی که امیرحسین تو برای من خیلی جذابه اینه که تو کلا وقتی در مورد انگیزه با حرف میزنی میگی وات انگیزه چیه، چی میگی مثلا انگیزه چیه این داستانش چیه؟ انگیزه، من تعریف دقیق از انگیزه ندارم. یعنی مثلا یک انگیزه برام گنگه حقیقتش، چون انگیزه کاهش پیدا میکنه. بعد من میرم دنبال این که افزایشش بدم و خودش یه پروسه‌ایه، یعنی یه سری تسک بعد زده بشه. من احساس میکنم مثلا آدم باید بیشتر همون جهان بینی رو داشته باشه، یعنی یه آتیشی داشته باشه که یه دغدغه‌ای، یعنی مثلا چیزی صبح بیدار، حالا یکم کلیشه، خیلی هم گفتن ولی خیلی هم قابل انتقال نیست. یعنی یک مسئله‌ای که آدم باید بهش برسه. مثلا چرا مثلا تلاش میکنی، مثلا چرا خودتو نمیکشی، اینا مهمه. به نظرم داری چیکار میکنی، اینا به نظرم خیلی هم مشکلات رو برطرف میکنه، از مشکلات روحی، روانی، جسمی. من حالا انگیزه هم خوبه، اونا که بگم انگیزه اصلا مهم نیست، ولی فکر میکنم مثلا همون نظم خیلی، یا مثلا تمرکز کردن روی یک مسئله و امتداد دادنش تا موفقیت، به نظرم یا تا دستاورد، به نظرم مسئله مهمه. مثلا حالا انگیزه به نظرم میاد و میره دیگه، چیزی که میاد و میره رو یه واژه‌ای در مقابلش بذار. انگیزه نه چی؟ آره من فکر می‌کنم یک هدف داشتن، هدف که قلبی و درونی باشه. یکم خیلی چیز شد، نه به نظر واقعا همینه، این نظرم حقیقتش. آره نظر تو بگو. واقعا نظرم. من فکر می‌کنم یک چیز درونی نیازه، ولی نمیتونم بگم چجوری اتفاق میفته. شاید نمیدونم، یکی با سختی کشیدن، یکی با خوندن و مطالعه آدم‌های زیادی دیدن، نمیدونم حقیقتش. به نظرم یه نظم درونی و یک انگیزه قلبی نیازه که شما بتونی مثلا خسته نشی. چون انگیزه میگم بالا و پایین میشه، چیزی که بالا و پایین میشه به نظرم قابل تکیه نیست. میگن احساساتت مهمونن، میان و میرن، به نظرم اینجوریه. البته انگیزه نیازه، گاهن شما نیاز به بقیه انگیزه بدی ولی خودت نباید. حالا اینایی که تو حوزه انگیزه حرف میزنن گاهی اوقات خیلی کوچ داشتن، یه راهنما داشتن، یه حکیم داشتن، یه مرشد داشتن و خیلی میگن که برو پیش ما. تو این پادکستایی که مثلا تو حوزه توسعه فردی هم هست خیلی اینو میگن. به این معتقدی و داشتی؟ 100%. البته یعنی مثلا به نظرم کلا یه نخی به آدم‌های حالا که کمتر از شما تجربه کردن و یه نخی به آدم‌هایی که بیشتر از شما تجربه کردن نیازه. و این به نظرم اتفاقا یه واسطه
حالا خیلی خوبی بودنیه، یعنی شما بتونی بگیری از آدم‌های بیشتر و منتقل بکنی و سعی کنی بقیه رو سریعتر از خودت رشد بدی که اونا خطاهای تو رو نداشته باشه. آره به نظر راستش نیازه. میتونی بگی اون راهنمات کتاب آدمه؟ 100% کتاب‌ها بودن. الان ارتباطات راحت شده. مثلا من علت این که بعضی پادکست‌ها رو گوش میدم اینه که خب دارم حرفاشو میشنوم دیگه. حالا درسته مثلا ممکنه تو زندگی جور دیگه باشه، ما میشنویم مثلا میگن که فلان مدیر عامل مثلا فقط موفقیت براش مهمه، رفته فلانجا مصاحبه که مثلا یه ویدیویی تو اینستاگرام پخش شده بود برام جالب بود، گفت مثلا مدیر عامل شرکت ما رفته چه داره دروغ میگه، فقط دنبال موفقیت خودش و اینا هستش. ولی خب به نظرم به هر حال حالا توی اون مصاحبه داره یه حرفایی میزنه، حالا شنونده باید عاقل باشه، هر نباید باور کنه، اما یه سری اصول درستی رو میشه به نظرم استخراج کرد. آدمایی هم بودن اطراف بله که مثلا من استفاده کردم ازشون. خیلی عالی. خانوادت چقدر باید چون با کسی که تو حوزه کسب کار فرهنگی ان اینجوریه که توش پول نیست و داره عمر تو تلف میکنی و برو جا کارمند شو و بیمه نداری و نمیدونم هزار تا چیزی که بهمون میگن دیگه. برو تو با این تخصصت، مثلا تو الان با این تخصصت بری توی شرکت که تو حوزه ای آی یا مثلا بک اند کار میکنه، نرم افزار شبکه است، چه میدونم تو فضای آی تی، خب تو بری خیلی مثلا ممکنه حقوق خیلی خوبی بگیری و در حالی که موندی روی کسب کار فرهنگی و داری ریسک میکنی، ریسک عجیب غریبی هم میکنه دیگه، چون کلا پول درآوردن از حوزه‌های فرهنگ و آموزش و تعلیم تربیت توی کشور ما به شدت سخت‌تره. فرهنگ حاکمیت زده است، بیشتر پروژه ها بی تو بی بی تو جیه تا مثلا با کانسومر و کاستومر در ارتباط باشی. خانوادت چی میگن و خودت نسبت به نگاهت نسبت به این موضوع چیه؟ والا من خیلی تمرکز رو فرایند فرهنگی بودن کار نکردم. من تمرکزم روی یک مسئله‌ایه، روی یک پروداکت و محصولیه و اینو میخوام جا بندازم و رشدش بدم. یعنی ممکنه حالا فضاش درسته الان در فضای فرهنگی خب قطعا هم خواهد بود، به هر حال مثلا اگه فیلدی هم میخوام نگاه کنم صنایع دستیه مثلا. اما خب مثلا من اینجوری نگاه نمیکنم، میخوام میگم خب من صنایع دستی هم پس من صنایع دستی هم تولید میکنم. نه، من مثلا ممکنه یه جایی تولیداتمو ترکیب بکنم با فضای تکنولوژی، نمیدونم هر چیزی که نیازه رو انجام میدادم، کاری که درسته و باید. خانواده خب براشون یکم عجیب هست، ولی خب یه نکاتی میبینن، این نکات فکر میکنم باعث میشه که خیلی اذیت نکنن، نه خودشونو نه ما رو. چی مثلا تلاش شما مهمه. یا مثلا احترامی که شما میذارید مهمه. یا موقع شما دارید کار میکنی، روزی 2 ساعت کار میکنی، 3 ساعت 5 ساعت ناامیدی، خسته‌ای، بی‌ادبی، فلانی، و اینا خب میفهمن دیگه، میفهمن که شما داری چکش میخوری وقتی مثلا ادب داری، وقتی مثلا محبت داری، علیرغم همه ساعت‌هایی که داری کار میکنی برای خانواده‌ات وقت میذاری، براشون ارزش قائلی، و فکر می‌کنم اونها متوجه شعور شما میشن. چون من فکر می‌کنم این کارا باید نشون بده دیگه، یعنی خروجی داشته باشه. مثلا یه خروجیش اینه که شما باید ادب کنی، مثلا اگه ادب نداری مثلا مشکل داری، یعنی بعد اینو درستش کنی، یه جا اذیتت میکنه قطعا. من فکر می‌کنم اینا رو میفهمن. حالا مثلا من میگم مثلا برو مثلا کارمند شو، مثلا نمیگم بده یا خوبه ها، هر کی مدلیه. برای هم نیست، یعنی مثلا این مدل کاری نه خوبه نه بده، یه مدلیه. من نمیگم مثلا این خوبه یا بده اصلا. درسته. بریم روی خود محصول تو وایسی میذاره حرف بزنیم. یه بار دیگه کامل محصول تو توضیح بده، دقیقاً داتام چی تولید میکنه. این داتام در واقع یک سری محصول دست سازه، یعنی کار دست هنری، یک اثر هنری که قابلیت شخصی سازی 99% داره. یعنی من این توانایی رو داتام داره که در واقع به برندهای مختلف پیشنهاد محصولی رو بده که 99% شخصی سازی شده برای اون برند، طوری که اگر شما اون رو در جای دیگه بخواید استفاده کنید معنا نداره. یعنی اثری از اون در واقع برند وجود داره. مثال میگم، حالا مثلا اتود مدیا اگر باشه، محصولی که فقط برای اتود مدیا به درد میخوره. این محصول از جنس بتونه، تمرکز ما رو متریال بتونه، چون بتون دومین ماده پرمصرف روی کره زمینه بعد آب. آینده دار هم خواهد بود. درسته دی اکسید کربن تولید میکنه، اما مثلا بتون سبز اومده که تا 90% دی اکسید کربنش کم شده. و جالبش اینه که مثلا ایران جزو کشورایی که داره تولید میکنه. تو اصفهان یه تیم سالها بتون سبز تولید میکنه. آره بتون سبز ایران تولید میکنه و تو جزو مثلا شاید مثلا 5 6 تا کشور تو دنیا هستن که دارن انجام میدن. فضای خوبی داره، متریال اولیه نسبتا ارزون قیمتیه، قابلیت مانور بسیار بالایی داره و نکته‌ای که داره تو تیراژ 50 تا 5000 عدد بازی میکنه. تو تیراژهای بالا شما یه دستگاه CNC، دستگاه صنعتی، خب مثلا یه دستگاه ممکن 3 میلیارد تومان قیمتش باشه. تو تیراژهای زیر این هم یا شما تک می‌خرید یا پرینت سه‌بعدی استفاده می‌کنید اگه بخواید محصول خاص بزنید. اما قابلیت کار ما میده اینه که اون
در واقع تیراژ 50 تا 5000 عدد که تیراژ شایعه، اتفاقا این تیراژی که پر استفاده است رو در واقع حالا ساپورت میکنه دیگه، پشتی و انجام میده. من درست فهمیدم؟ حالا من که مسئولات رو دیدم برای مخاطبی میگم. شما سری یک متریال، یه ماده سخت به اسم بتون رو میاین باش با حال اون نگاه هنریتون و خلاصه با اون آرت که تو ذهنتون هست و تبدیل به یک محصول صنایع‌دستی فرهنگی جذاب، خوشگل، با ظرافت، یه چیز ظریف خیلی حرفه‌ای می‌کنید. امیر حسین، چون میدونید دیگه قطعاً تو مبانی کارآفرینی همیشه این هست که کسب و کار تو چه مسئله‌ای رو داره حل میکنه. تو یه ایده نوآورانه داری که یه بتون رو تبدیل به یه محصول خلاقانه بکنی، یا نه تو داری یک مسئله رو حل میکنی تو فضای کارآفرینی؟ شما چه مسئله‌ای رو تو داتام دارید حل میکنی؟ ما تو لایه اولیه داریم هدایا یا در واقع مثلا یه سری ارزش‌ها برای برندها خلق می‌کنیم. مثلا داریم برای شما محصولی می‌زنیم که مختص به خودتونه. مثلا از هم جالب بود اگر این گلدون مثلا رایمون مدیا بود، روی یای آخرش خاک می‌ریختیم و گل می‌کاشتیم. یعنی یه ترکیبی از برند شما و مثلا یک مثال، حالا این شاید ایده خیلی خوبی نباشه، طرف هم هست. تو لایه اول این رو حل می‌کنیم. اما یه لایه دومی هم داره کار ما. یعنی مسئله دومی که ما دنبالش هستیم اینه که ما تمرکز رو ساده‌گرایی و مینیمالیسم داریم. یعنی نمیخوام بگم آقا مکتب میخوام راه بندازیم، نه، اما فکر می‌کنیم که یه سبک زندگی وجود داره که خلاف این خریدن‌های زیاد و مصرف‌گرایی‌های زیاد، تمرکزش رو خلق ارزش، تمرکزش روی فعالیت‌های فلسفی، تمرکزش رو منتقل کردن معناه. ما تو تیممون بچه‌هایی که مثلا فلسفه خوندن مساوی بچه‌های طراحمونن. بعد اینا متن می‌نویسن، دنبال انتقال مفاهیمن و ما برای خودمون هم تولید محتوا می‌کنیم. یعنی نه که بگم مخاطب رو رعایت لحاظ نمی‌کنیم، اتفاقا برعکس، ما برای قشری که شبیه به خودمونه، یعنی ما در اصل برای یه عده آدم خاصی که شبیه به خودمون فکر می‌کنن، دنبال تلاشن، دنبال خلقن و دنبال ایجاد در واقع یک نگاه درست به جهان. یه همچین فرآیندی در واقع داره طی میشه. میتونی بگید برای چه شرکت‌هایی، برای چه سازمان‌هایی این محصول رو تولید کردی؟ از مشتریات بگو یه مقدار. والا از هم موضوع مثلا اینکه مشتری دوست داشتنی ما، واقعا دوست داشتنی، ایما استودیو بود، برند که در واقع ببعی قهرمان رو ساختن و پرفروش‌ترین انیمیشن کشور. ما افتخارش بود 2 سری باشون کار کردیم، هم هدیه‌ای زدیم که روز اکران در واقع پخش شد تو باغ چی کتاب. براشون تولید کردی؟ یه ببعی مثلا استند یا اکشن فیگور، خود ببعی قهرمان رو اکشن فیگور. آره و 70 خورده هم هدیه سازمانی خود سازنده‌های ببعی برای عید خواستن. خب این خیلی برای خودمون خیلی دوست داشتم حقیقتش. با عرضم حضور حوزه هنری چندین تا پروژه رفتیم، هدایای مثلا عیدشون رو کامل تامین کردیم، حدود 1000 عدد محصول بوده. یکی از افتخارهای همکاریمون با برند سیره بود یا حالا سیرا گروپ، یه برند واقعا حرفه‌ای و درست حسابی که یه گلدونی طراحی شد به اسم گلدون صبر که نمادی از در واقع رشد از دل سختیه و این مفهوم با دیدن این محصول منتقل میشه. یعنی این محصول خودش حرف خودش رو داره میزنه که خب ویو خیلی خوبی گرفت، خدا رو شکر، البته به همت خود دوستان، یعنی خودشون حرفه‌ای بودن دیگه. حالا چند تا پروژه دیگه هم بود دیگه، پروژه زیاد. خودمون هم محصول داریم دیگه، فارغ از این حالا فضای کسب و کارهایی که باشون کار میکنیم، تو خودمون هم حالا چندین محصول داریم که حالا داریم روشون مانور. اونو چطوری، چون میدونم تو آرندی خیلی قوی هستی، اونو چجوری نیازسنجی میکنی؟ چجوری مسئله رو پیدا میکنی و بعد یک محصول جدید یا یک لاین محصولات جدید را میندازید؟ خب عرضم حضورتون که اگه مثلا بخوام تو فضای مثلا با بیزینس ها، تعامل با بیزینس ها بگم، ما فرآیندمون اینطوریه که نگاه اون مدیر عامل، نگاه اون کسب و کار و صنعتش و مسیری که داره طی میکنه رو بررسی میکنیم. با AI یه سری ایده های اولیه بهشون میدیم که همیشه بویی از اون کسب و کار تو اون ایده هست و مختص به اون هست. اینطوری حالا پروژه رو پیش می‌بریم. ولی اگه بخوایم خودمون محصول برای داتام در واقع تولید بکنیم، اگه بخوام حالا مثلا یه توضیح مختصر بدم، ما نگاه خطی نداریم. یعنی بگیم که این محصول تولید می‌کنیم به این دلیل، این ممکن نیست. یک تصمیم در واقع چند بعدیه، شامل کارایی، زیبایی، قیمت، نگاه مخاطب، نگاهی که ما داریم به در واقع برندمون، چون ما هر چیزی تولید نمی‌کنیم، برامون مفهوم داره. حالا بخوام یه مثال بزنم، الان محصول جدیدمون اسمش برج آزادیه که دیدم. آره، طراحیش در واقع دقیقاً از روی برج آزادی بوده. چند تا معیار داشتیم برای این مسئله. اولا اتفاقاتی که تو این جنگ حالا 12 روزه و بحثی که پیش اومد خب برامون مهم بود. این نماد آزادی برامون مهمه. یکی از دلایلش این بود. دو، زیبایی خود محصول برامون مهم بود
سوم اینکه کارایی هم داره، مثلا جامعه دادیه، یه جامعه دادی کاربردی که نماد برج آزادی. و جالبش اینه که برج آزادی به عنوان مثلا یه چیز مهم، سمبل بگم چی بگم، خیلی ازش کم ما محصول داریم. یعنی شاید بگم یک دو تا برند هستن که تولید کردن، اونا رو دیدم، اما مثلا محصول تر و تمیزی که شما رو میزت بذاری، نمادی باشه، کمه. من از آن مثلا جای کار داشت یه همچین فرآیندیه دیگه. امیرحسین شده تا حالا از مشتریت از مثلا یه هدیه سازمانی دادی، بعد فیدبک گرفتی، بازخورد گرفتی و بعد این باعث بشه که روی محصولت تغییراتی ایجاد کنی؟ 100%. ما 2 بار تا حالا گلدون خاص تولید کردیم. ما گلدون دوممون رو مدیون گلدون اولمون، یعنی این گلدون اول ما با تمام احترام به کارفرماش، البته سلیقه ایشون هم بود، اونجوری که باید نبود، اونجوری که ما فکر می‌کردیم. از کانسپت طراحی گلدون، پرینت اولیه محصول، مدل قرارگیری درب گلدون روی گلدون یا خاکزی بودنش، یعنی گیاه خاکزی می‌خواست گلدون اول، ولی تو گلدون دوم اتفاق نیفتاد. اون گلدون دومی که با سیره کار کردیم یه گلدونی بود که واقعا میتونم بگم بی‌نقصه. بی‌نقص نه به معنی حالا مثلا بهتر از اون نمیشه، اما از لحاظ یک محصولی که به فروش رسید، پخش شد، واقعا شما اگر باش کار بکنید نقصی توش نمیاد. اما گلدون اول اینجوری نبود. خلاصه ما خط آزمون کم نداشتیم. اگه بگم با پول کارفرما خط آزمون کردیم نه، معمولا اینجوری نبوده، ولی خب آره 100%. بازخورد گرفتید و ما این رشد رو کامل دیدیم توی تکراری که توی تولید محصولاتمون داشتیم. و فکر می‌کنم تا شروع نشه، تو فرآیند نیافته، به نظر من این رشد اتفاق نمیافته. خیلی یه جایی که برج آزادی رو گفتی من دیدم محصولات مشابه رو. رقبای صنعت خودتو که توی این حوزه دارن کار میکنن رو میشناسید کامل؟ بله. چند تا مثلا برندن حدوداً؟ ما 2 مدل، حالا رقیب نمیشه گفت، چون رقیب من خیلی حمایت میکنم، همیشه کامل، همیشه لایک، همیشه، چون من نظرم بازار داره رشد میکنه از طریق این دوست خدا میدونیم دارم. 2 دسته حالا دوست ما داریم، دوستانی که دارن واقعا حرفه‌ای عمل میکنن، حتی میشه پل استودیو یا بتونیا تو اصفهانه یا پلاکیفای، مثلا اینا کسایی هستن که دارن واقعا تر و تمیز و حرفه‌ای کار میکنن. دسته دوم تولید کننده خرده خونگی ان، مثلا یه خانومی دوره‌ای دیده، حالا مثلا لول ها فرق داره دیگه، ولی کلا این در واقع 2 مدل رقیب وجود داره. مهمترین مزیت شما نسبت به این رقباتون چیه؟ یعنی تفاوت چیه؟ ارزش خودت تو چی میدونی که اونا ندارن؟ یا شما بیشتر داری؟ ما در واقع 2 تا مسئله روش پافشاری داریم. یکی فرآیند طراحیه، نمیگم طراحی توی تیم های دیگه نیست، اما ما تو فرآیند طراحیش ادعا داریم، به خاطر اینکه ذهنیت طراحی در تیم. پس ما یکی به نظر ما هنرمون در این مسئله است، اینو کارفرماها میتونن حس کنن با توجه به تعاملی که باهاشون داریم و پیشنهادایی که بهشون میدیم یا ایده هایی که بهشون میدیم. پس یک فرآیند طراحی به نظرم فرآیند خوبی داریم ما. مسئله دوم، ما تاکید روی یک مدل فکری داریم، یعنی ما صرف یک محصول فیزیکال تولید کردن تو نگاهمون نیست. مثلا من میزی تولید میکنم، حالا من دنبال این هستم که یک عقیده‌ای، یه سلیقه‌ای و یک مدل فکری رو هم با این محصول ما منتقل بکنیم. من فکر میکنم روی این 2 مورد میشه حالا مانور داد. عالیه. اینو همون چند دقیقه پیش هم گفتی دیگه، اون نگاه اون مبانی که گفتی، جهانبینی که گفتین، اومده رو دیزاین محصولت کامل و واقعا توی حال محصولاتی که ما داریم میبینیم این اتفاق افتاده، یعنی کاملا مشهوده. چطور سرمایه اولیه رو تهیه کردی؟ اصلا مشکل سرمایه همیشه مشکلی که همه کسب کارا دارن. کسب کار فرهنگی و صنایع خلاق به شدت بیشتر مشکل سرمایه دارن. سرمایه‌گذار تو حوزه نمیان، نرخ بازگشت کمه و موضوعات مختلف. مشکل سرمایه رو چجوری حل کردید شما؟ ما یه فضای کار اشتراکی کار می‌کردیم، همه چیو تحویل رفتیم خونه، هر کی خونه خودش با سیستم ریموت کامل، اصلا کامل دورکاری، هزینه‌ها صفر، یعنی هیچ هزینه‌ای نداشتیم. و مثلا شروع کردیم اینستا. چرا البته هزینه‌هاتون به گردن مقدار پدرا بود دیگه. نه حالا مثلا یه پولی عقب، مثلا خودم یه درآمدی بود، مثلا شاید بگم 3-4 ماه بود این پروسه، شاید بگم مثلا حالا مسخره است ولی بگم مثلا 10 میلیون شاید خرج کردم، مثلا کلا خرجی ندارم. شروع کردم تو خونه کار کردن، حالا اصطلاحاً پای خودمون سعی کردیم فرآیند رو پیش ببریم، خیلی ناخودآگاه، به خاطر یعنی خیلی غیر مستقیم از این منبع اون پروژه اومد، به خاطر اینکه میدونستن داریم چیکار میکنیم و ما معمولاً
یه ارتباطاتی هم داشتیم. به هر حال شما یه ارتباطی داری دیگه، میگن تا ارتباط رو داری ارتباط رو نساز. از همون ارتباط استفاده کردیم. فکر می‌کردیم مثلا تا 6 ماه هیچ درآمدی نداشته باشیم حقیقتش، ولی ما مثلا تو ماه پنجم تجاری سازی جدی مونیم و بالای مثلا 6 7 تا پروژه سنگین زدیم. یعنی از چیزی فهم کردیم خیلی بهتر بود. ناخودآگاه حالا پروژه اومد از این ور اون ور، ولی خب سرمایه هیچی نذاشتیم، پول اومد تو کار، یعنی اصطلاحاً کش فلو ایجاد شد، یه ورودی اومد، یه خروجی. میتونیم بگیم کاملا شما مدل بوت استرپینگ رو دارید، یعنی راه اندازی کسب کار بدون سرمایه. آره ما 1000 تومان حقیقتش اینجوری بگم خرج کردیم. نه ما پروژه اومد انجام دادیم. البته پشتوانه‌هایی بود، مثلا تیمی که داشت چند سال رو محصول کار میکرد، رو متریال کار میکرد، خب این مهم بود. ما متریال خیلی ساده شما بخوای بسازیش فاصله داره، متریال کیفیت بالا متریال عادی در بازار، یعنی یکم شیمی میخواد، یعنی یه فهمی نیازه، کار آسونی نیست. ما شرکای صنعتی میرفتیم صحبت میکردیم با کسایی که مثلا صد میسازن، گفتیم آقا مقاومت بتونمون اینجوریه چیکار باید کنیم، و نکات مثلا اتفاقی یکیشون خیلی شروع کرد مثلا 1 ساعت 2 ساعت برام توضیح دادن، همه چی رو گفت آقا این ماده رو بزنین اینجوری میشه. این یه نکته امیرحسین، نگاه ما محصول فرهنگی تولید میکنیم به اون ابعاد مختلف کار که غیر فرهنگیه، متریال اون محصول، یعنی میخوام بگم این جذابه، این نکته برای کسب و کارها خیلی جذابه که این نکته رو توجه کنن که تو داری محصول فرهنگی میسازی، درسته شاید خود اون پروداکت و محصولت، حالا چه کالای چه خدمت، حالا فرقی نمیکنه چه سرویسی رو میکنه، خودش شاید فرهنگی باشه ولی حاشیه‌اش اطرافش ممکنه به 1000 تا موضوع دیگه تک و حوزه صنعت و متریال و حرفا بستگی داشته باشه. چقدر حواستون، یعنی تو رفتی با یه کسی که صد میسازه برای بتون مشورت گرفتی؟ بله. ما خودم مثلا فرآیند شیمی بتون رو نمیفهمیدم دیگه، تخصصم نبود. من چند ماه اول فقط مثلا یه کار خیلی ساده، یه گروه برای خودم تلگرام باز کردم، اسمش هم متریال، هر چیزی تو راجع به بتون من میشینم میریختم توش و دائم سرچ دائم میریختم، مقاله ها رو میدیدم و شروع کردم خوندن. یعنی چندین ماه فقط راجع به این مسئله من روزی چند ساعت میخوندم، تست میکردم، یه سری متریال آوردم تو بالکن خونه، اونجا خودم میساختم ببینم چیکار میشه کرد. و الان مثلا ما حتی میتونم بگم به جرئت ما از لحاظ متریال تولید تو فضای بتون مینیمال جزو 3 تا یا 2 تای مثلا خوب کشوریم. حالا ادعای مثلا بی‌ادبی نشه ولی حقیقتش از لحاظ متریال واقعا حرف رو گفتن داریم. فکر می‌کنم آره این پیشرفته. خیلی عالی. بازار جدیدت رو کجا میدونی؟ یعنی چه کانال‌های بازار بیت باعث میشه که فکر می‌کنی بهتر جواب بگیری؟ اون اتفاق بزرگه، اون لانچه، اون پرتابه ایجاد بشه برات، بهش فکر می‌کنی؟ 100%. چیه تو محصول شما، تو شرکت شما؟ صادرات. خیلی مهمه. ما حاشیه سود محصولاتمون در ایران به نسبت کشور دیگه عدد تولید به صادرات 1 به 100. یعنی اگر یک محصولی با $1 در ایران با کیفیت عالی بین‌المللی تولید بشه، این عدد فروشش در کشور دیگه $100. 100 برابر. آره این بیزینسیه که در واقع اصلا بازار ایران به نظر بازار خیلی خوبیه. یعنی شما اگر توانایی ایران و حالا مثلا اون بستری که وجود داره درست ببینید، به نظرم جای کار زیاد داره. صادرات میشه کرد، حالا هم حاشیه خلیج فارس هم کشورهای دیگه فکر می‌کنم میشه این کارو کرد. حالا نیازمند یکم توانایی مالی بیشتر، ارتباطات بهتره. تیمتون چند نفر الان امیرحسین؟ ما چیکار می‌کنید؟ یعنی وظایف و مدل پخش شرح وظایف و اینا چجوریه؟ ما تیم صافی هستیم، یعنی اینجوری نمودار مثلا مدیر عامل به پایین نیست، همه توی خطیم. فلو چارت سازمانی چیز فلتیم اصطلاحا. نکته بعدی این که هر کسی خودش میگه که ما چیکار کنیم، یعنی ما به کسی دستور نمیدیم چیکار کنه. یه کسی خلاقیت در نویسندگی داره، یه کسی خلاقیت در طراحی 3 بعدی، یه کسی خلاقیت در طراحی 2 بعدی یا ادیت داره. چند نفرید اینا هر کدوم؟ یعنی ما تقریبا 8 نفر مستقیم و غیر مستقیم تو تیم درگیرن. ولی اون حالا هسته مرکزی 4 نفره که دائم 100% تایمش رو روی کار گذاشته، ولی اونا به ما میگن ما چیکار کنیم. یعنی ما اینجوری نیستیم بگیم که آقا تو این کارو کن. اونا یه مسیری دارن تو زندگیشون، همون مسیر رو توی کسب و کار ما پیاده میکنیم. ما بیشتر حالت چسب رو در تیم داریم. اونا خودشون یه کسی ان واسه خودشون، بچه‌های ما هر کدومشون یه چیزی ان برای خودشون. ما فقط صرفا این در واقع توانایی ها رو ریختیم توی یه کاسه که حالا بتونه بیشتر بشه. مهمترین چالشتون تو این چند سالی که حالا شروع کردید، مهمترین چالش داتام چی بوده؟ مارکتینگ، یعنی فروش و مارکتینگ. شما یه مقداری چون هم فضا دست سازه است، هم یعنی حالت هنری داره، علاوه قیمتی ممکنه بعضی تا پایین، بعضی تا بالا. دو اینکه یه مقدار چون فرآیند ما فرآیند هنریه،
کلا بازار هنر خب بازار عجیبیه دیگه. یه کسی یه حرف جالبی میزد، میگفت میانگین تولید ایران، مثلا درآمدی که ایران داره تو یک سال ایجاد میکنه 1/100 دنیاست و این عدد بعد تسری پیدا کنه تو جریان‌های دیگه. مثلا توی فضای هنری هم باید مثلا عددی که تو فضای هنری ایران جابجا میشه 1/100 دنیا باشه، در حالی که عدد 1 مثلا به 1000 کمتره. فضای هنری کلا تو ایران فضای متفاوتیه، ولی که هم فضای بسته‌ایه، یعنی یه مدل ادبیات خاص، یه مدل پوشش خاص دارن. با حالا اینجوری نیستن واقعا اینجوری نیستن، یعنی میگم همه اون معمول اینطور ممکنه پیش بیاد. یه فضای بسته‌ایه. این فضای هنری خیلی پیچیده است. آره. جایی اون چالشه سبب شده که مثلا بگی ولش کن بابا، مثلا برم یاد محصولم. شما هم گفتی که من ممکنه دیسیپلین و نظمم باعث بشه که برم یه کار دیگه بکنم. یه جایی بگی مثلا محصول اونی نیست که من بخوام، اونی نیست که منو راضی کنه، برم یا توی صنعت دیگه کار کنم یا حداقل لاین محصولمو واسه کنم. من فکر می‌کنم محصول نباید منو راضی کنه، من باید محصول راضی کنم. یعنی من نگاهم اینجوری نیست بگم اینو توضیح بده این جمله. من نگاهم اینجوری نیست که بگم آقا مثلا این محصول رو من الان پول نمیده، خب حالا بریم کار بعدی. نه، اتفاقا توی این مورد منطقی فکر نمی‌کنم. من میگم آقا این محصول منه، این بعد به نتیجه برسه. من اونم چه جوری رشد، حالا بنبست رشد، هی انقدر اتفاق بیفته، حالا تا بدبخت شیم، حالا اتفاق نمیفته ها. بچه تیمون اگه دارن میبینن هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی یا واقعا به جای برسیم که دیگه نشه ورشکست شه آدم، ولی مثلا نگاه منطقی نداره. من این راه من الان اینه، من اینو انجامش میدم تحت هر شرایطی، برام خیلی اهمیت نداره مثلا توش پول هست یا نیست. اگه توش پول نیست خلق میکنیم، اگه توش پول هست خب استفاده میکنیم و جریان سازی. محصول نباید منو راضی کنه. من فکر میکنم نگاه من مهمه، یعنی من فکر میکنم بیزینس من یه چیزی شبیه به منه. اگه من یه آدمی ام که بخوام مثلا ولش کنم، کما که به من میگن مثلا میگن تو آدمی هستی که ممکنه شاخه شاخه کنی، ولی اصلا اینجوری نیست. یعنی این محصول منه و بعد روش وایسی دیگه. من فکر میکنم قسمتی از منه. اگه من قرار الان جا بزنم، قطعا محصول من رشد نخواهد کرد و قطعا محصول من جا میزنه. عجیب بود، خیلی بد بود. زاویه نگاه خیلی خوب بود، خیلی خوب. مهمترین ویژگی که فکر می‌کنی محصولت داره، حالا بگیم خلاقیتش، نوآوریش، حالا نه محصولت، کلا داتام، یا رو محصول بگو فرقی نمی‌کنه، یا جفتشو بگو، مهمترین خلاقیت و نوآوری که داری چیه؟ خلاقیت به معنای در واقع یک اتفاقی که از بیرون نمایانه. آره مثلا میگن یه واو بکشن، چه میدونم بگن که این چقدر متفاوته. ما یکی رو متریالمون، مثلا یه کارفرمای من گفتش که من یه کارگاه، یه جایی رفتم تو ترکیه، یه تیمی که تیم شیمی بتون بودن، یه محصولی زده بودن بتونی، یه همچین متریالی داشت، من اونو میخوام. ما اونو بهش دادیم. پیدا کردیم؟ آره ما میدونستیم بعد چی و با چی ترکیب. لحاظ متریالی که ما واقعا حرف رو گفتن داریم. دو هم حالا مثلا این خیلی کار خاصی نیست، ولی خب تو فرآیند AI ما اسکچ‌های اولیه‌ای میزنیم که با برند مخاطبه. یعنی ما قبل اینکه برسیم پیش مخاطب 20 تا ایده، 15 تا ایده که مختص بهش رو آماده کردیم. این هم خیلی فیدبک‌های جالبی به ما میده، یعنی برای کارفرما جالبه. یعنی قبل اینکه ما جلسمون اصلا جلسه اول آغاز بشه، ما فکرامونو کردیم، بررسیامونو کردیم. البته خب همیشه هم خوب نیستین، گاهی اوقات مثلا همون اول ممکنه بخوره تو ذوق آدم، ولی خب در کل فکر می‌کنم که آره قدرت به ما داده. یه چیزی که تو صحبتون بارها و بارها تکرار کردی AIه. خب من فهمیدم که تو برای توسعه محصولت از فناوری استفاده می‌کنی. اینو یه مقدار بیشتر توضیح. اصلا میتونیم بگیم کسب کار فرهنگی الان به تکنولوژی و خلاصه فناوری کاری نداشته باشه؟ یه خدمت، یه سرویس، یه دوره آموزشی میخواد برگزار کنه، یه محصول فیزیکال فرهنگی میخواد، صنایع دستی میخواد تولید کنه، چی کار به مثلا فناوری و AI و اینها داره؟ حالا اینکه جوابشو به نظرم هممون میدونیم، یعنی این دیگه واقعا ممکنه بعضی از دوستان فرهنگی ندونن، یعنی چون تو فضای غیر فرهنگ بودی میگی که من چه نیازی دارم، میخوام یه دوره آموزشی برگزار کنم، محتوا رو میدونم، سرفصل رو میدونم، مخاطبم رو میشناسم، برگزارش میکنم دیگه. من فکر می‌کنم این افرادی که اینجوریان دارن یه کاری میکنن که ازش پول در بیارن، دنبال خلق ارزش یا چیزی نیستن و جوابشون رو خودشون میگیرن در آینده که بعد استفاده کنن یا نه. اون موقع که مشکلی ایجاد شه متوجه میشن که خب به نظرم وقتی مثلا من میتونم 20 تا عکس شخصی سازی شده یه کانسپتی که برای خود منه رو تو نیم ساعت، تو یک ساعت بگیرم، کاری که باید مثلا یه تیم تو یه مثلا 5 روز انجام میداد، خب مثلا چرا نباید این کارو بکنم؟ یا مثال میگم، ما بعضی از نرم افزارهای سه‌بعدی قابلیت این دادن که شما با کد طراحی
سه‌بعدی بکنید. آها. خب اگه شما بتونید با اصطلاحاً این وایب کدینگ ها، یعنی مثلا این در واقع اپلیکیشن های AI که اومده و شما میتونید باهاش کد بزنید و اون به شما کد رو کمک میکنه و میسازه براتون یعنی بدون دانش. کد میده بهت که تو بدی به AI. آره یعنی مثلا شما اصلا دانش کد به اون صورتی ندارید، اصلا بهش میگم حالا وایب کدینگ. مثلا شما میتونید اونو منتقل کنید به نرم افزار سه‌بعدی و از کد درست متوجه شدم. یعنی تو میری به اون نرم افزار، به اون اپ یه متنی میگی من فلان کد رو میخوام که فلان چیز رو میخوام برام طراحی کنی. آره دیگه مثلا اون بهت کدشو میده، بعد میذاری توی AI و بعد تصویر رو بهت خروجی میده. اونو شما میذارید تو نرم افزار طراحی سه‌بعدی مثل راینو. آره. مثل چی؟ مثل راینو مثلا این قابلیت رو داره شما، ولی خب ما هنوز بهش نرسیدیم. مثلا توی پادکست گوش میدیم تیم تو آمریکا داره این کارو میکنه که با کد داره مثلا با وایب کدینگ داره طراحی سه‌بعدی با دیتیل و مثلا جزئیات خیلی بالا. مثلا شما اگه چهره طراحی میکنید حتی خطوط روی چهره رو بهتون بده. خب مثلا اگه شما به این برسید، خب این سرعت طراحی اولا و دقت طراحی مثلا خب خیلی عجیب میشه دیگه. همین واسه جنبندی حرفات، یعنی من بخوام حرفاتو نگاه خودم بعدم تو نظرتو بگو. انگار کسب و کار تو و مدل فکری تو کارآفرینی رو 3 تا پایه سواره. یکی موضوع ریسرچ کلا دیدن، یعنی کلا دیدن و شنیدن. مثلا الان باز دوره گفتی یه تیم تو آمریکا داره این کارو میکنه. یکی موضوع خود دیزاین محصول، یعنی خود طراحی محصول، و 3 مارکتینگ. یعنی تو عمده صحبت‌ها چه تو داتام و چه تجربه‌ای که قبلا تو گفتگو باهات داشتم، انگار کارآفرینی تو این 3 تا پایه رو خیلی داره. درست حد میزنم یا نه؟ میخوای چیزی کم کنی، چیزی بهش اضافه کنی؟ حالا نمیدونم بگم فقط این 3 تا هست یا نه، ولی آره این مثلا فکر می‌کنم ریسرچ خیلی مهمه، دیدن در واقع فیلدها و صنعت‌های غیر صنعت خود ما خیلی مهمه. خیلی مهمه. صحبت کردن با آدمایی که با شما خیلی متفاوتن خیلی مهمه. ما چون همیشه فکر میکنیم باید با آدمی صحبت کنیم که تو صنعت ماست، محصول ما رو میفهمه، کار ما رو داره حتی لزوما انجام میده. دالش میگه اینجوری نی. آره فکر میکنم مثلا بعد آدم ببینه دیگه، یعنی آدمای نکته دوم حالا راجع به مارکتینگ به نظرم میگن مثلا فروش، وقتی فروش نداری مارکتینگ نداری، وقتی مارکتینگ نداری محصول درست نداری. من فکر میکنم این طراحی خیلی مهمه. یعنی واقعا فکر میکنم تمرکز روی محصول، حالا البته اینم قانونی داره ها، یعنی مثلا ما محصول نباید ایده ببینیم، ما محصول باید مشکل ببینیم، ما از مشکل باید برسیم، یا باید نگاه مخاطب خیلی مهمه. این ما داریم برای مخاطب، اینکه من سلیقه شخصی، مثلا ما سلیقه شخصی تو کسب و کارمون خیلی ایراد داره. اگه یه نفر یه متنی برای ما بنویسه، یک ادیتی بزنه، همیشه سوال اونه که چرا اینو زدی. این چرایی مهمه به نظرم. ولی خب آره فکر می‌کنم این گشتنال مثلا کتابی از شکارچی ایده، خب این میگه که مثلا کسایی که تو فضای ایده و خلاقیت خیلی مفید عمل می‌کردن دفترچه یادداشت‌های زیاد داشتن. و گاهی اوقات فرآیند مثلا شکل گیری یک ایده تا اجرا مثلا 30 سال طول کشیده. شما یه قسمتشو الان نوشتی، یه قسمت از اون ایده رو 2 سال بعد نوشتی، آروم آروم شما که رشد کردی اون ایده هم با شما رشد. من فکر می‌کنم گاهی اوقات طول میکشه. بعد یه نگاه بلند مدتی داشت، پروسه رو از بالا دید. حالا ما تو ایرانیم، البته ایران هم خودش مشکلات وجود داره و البته فرصت‌های بسیار زیادی. یعنی خب می‌خوام خیلی تخیلی هم نشه فضا. آره خب میشه انجام داد به نظرم. یه سال دیگه این که چشم انداز داتام رو چی میدونی؟ مثلا چشم انداز این صنعت رو، این دسته‌بندی محصول رو چی میدونی؟ احساس می‌کنی مثلا 5 سال دیگه داتام کجاست؟ سوالا رو خیلی شعاریه، ممکنه خیلی مثلا یه حالت چیز باشه ها، ولی خب می‌خوام بدونیم دیگه، یعنی تو داتامو 5 سال بعد کجا می‌بینی؟ کلا این صنعت رو 5 سال بعد کجا می‌بینی که این احتمال شرکت‌های دیگه میان که همچین نوع محصولات رو بخوان تولید. خب اگه ما 3 تا نگاه کلی داریم که خودمون نمی‌دونیم کدومش اتفاق میفته. یا ما تبدیل به پلتفرم میشیم بین تولید کننده و در واقع حالا کارفرما و سازمان‌هایی که سفارش دادن، یا تمرکز رو همین متریال بتون می‌کنیم و تخصصی یک فرایند تولیدی رو در واقع راه میندازیم، کارخونه این چیزی نمیدونم. سومین نگاه هم اینه که ما احتمالاً میریم تو فرآیند ترکیبی و یک مثلا در واقع حالا میگن در واقع یک محصول 3 تا رکن کلی داره: فروشش، طراحیش و تولیدش. احتمال داره مثلا تولید رو هم ما درونی سازی بکنیم، بریم به سمت فرآیند یه شرکت بزرگ، کارخونه که در فعالیتش شروع می‌کنه. فکر کنم نگاه داتام به این سمت، خودم نمی‌دونم کدوم ما می‌ذاریم بازار برامون تعیین کنه که کدوم درسته. چقدر این جمله باز درستی که یه وقتایی تو چشم انداز میریزی، تو برنامه‌ریزی می‌کنی، ولی بازارم باید بهت بگه که کدوم سمت بری. یه نکته دیگه که جمله گفتی شاید پلتفرم شدیم.
باز یاد یه جمله از پل گراهام افتادم که پلتفرم ها ساختنی نیستن، پلتفرم شدنیه. این اگه توی به جمعی رسیدی که باید بری دو طرف بازار، دو طیف بازار به هم وصل، اون موقع پلتفرم شدی. قبل از اون توی محصول داری میسازی که خودت تولیدش میکنی، خودت میفروشیش، چه میدونم. خیلی از کسایی که تو حوزه‌های آموزش و فضای فرهنگ هستن، حالا مثلا وی او دی ها اینجوریه، چه میدونم پلتفرم های آموزشی اینجوریه، میگن داری چیکار میکنی؟ میخوام پلتفرم بسازم. نه، پلتفرم ساختنی نیست، پلتفرم شدنیه. خب چشم انداز صنعت، این صنعت رو چی میدونی؟ میگه آینده این صنعت بشه سمتی میره؟ خب فکر می‌کنم همین شخصی سازی برای برندهای خاص یا داشتن محصولات خیلی شخصی سازی شده که همون که شما تو پرینترهای سه‌بعدی هم دارید می‌بینید. حالا ای آی خیلی روش مانوره، ولی پرینتر سه‌بعدی هم به نظرم حرف رو گفتن داره. همون که پهپاد الان دارن می‌سازن، یعنی هم تو صنایع نظامی هم تو بله. آره داره استفاده. فکر می‌کنم خب علاوه ساخت و ساز خیلی میشه در واقع پیشرفت کرد دیگه. امیرحسین چند تا کتاب لابلای حرفات معرفی کردی، خب مخاطبین استفاده کنن بخونن. اگر بخوای یه فیلمی، یه کتاب دیگه‌ای به عنوان خیلی تخصصی موضوع محور برای رانندگی کسب و کار معرفی کنی، چه چیزی تو ذهنت میاد؟ والا کتاب زیاده دیگه، اونو بخونن نمیدونم. آخه مثلا فیلم و اینا هم نمیدونم، نه واقعا نه چیز که خودت چی میخونی بیشتر؟ گفتیم برای آموزش. من دیدم خب نه، یه چیزی که به کسب و کارت کمک میکنه، لاین کسب. مثلا من دیدم تو حوزه نوروساینس تو خیلی مطالعه میکنی، خیلی ویدیو میبینی. یه چیز اینجوری بگو که بذاره کسب و کار فرهنگی و صنعت خلاق بخوره. به نظرم آدم خودش رو بشناسه، این خیلی مهمه. آدم به من کیم، مثلا دارم چیکار میکنم، این به نظرم مهمه. تو فضای بیزینس هم 100% مهمه. کتابای خوب زیادی وجود داره، ولی خب کتاب زیاده میدونیم همون. من میگم ولی من یه نکته که بگم، مثلا من خودم کتاب خوندنم اونقدر نیست تو روز، من بیشتر از 1 رو 20 دقیقه نمیتونم. نه وقتشه نه حوصله‌اش. مثلا کتاب زیاد گوش میکنم. مثلا میخوام بگم بعضی وقتا مدل مثلا دارم راه میرم کتاب گوش میدم. مثلا گاهی اوقات مثلا میخوام بگم بیشتر که بگم چی معرفی کنم، میگم گاهی اوقات میشه این متد رو عوض کرد. مثلا کتاب خوندن برام سخته، گوشش بدید، خیلی باحاله. مثلا خیلی میتونه کمک کنه. خب چند تا سوال چالشی هم بپرسم که بالاخره ما داریم اینجا میکرورسانه تولید میکنیم و کار تولید محتوا میکنیم، بعد سوال چالشی مخاطبین بذار جذاب باشه. اگه بخوای با یه نفر، یه کارآفرین گفتگو کنی، جلسه داشته باشی، بشین باش دیالوگ کنی، چای بخوری، دوست داری با کی حرف بزنی؟ فرقم نمیکنه ایرانی باشه خارجی باشه. والا همه خوبن. سی او چت جی پی تی مثلا جالبه برام. سی او یعنی مدیر عامل. آره مدیر عامل چت جی پی تی مثلا خیلی آدم جالبیه. استیو جابز هم جالبه. حالا مثلا چیزهای مختلف ازش میشنویم ولی جالبه. مثلا دوست دارم نزدیک ببینم چه جوری فکر می‌کنه. چیش جالبه برام؟ حرفا زیاد زیاده. بعد فکر کنم مثلا کفش نمیپوشیده. حالا چیزایی که من خوندم و یادمه، یا مثلا هیچ وقت مبل نتونست انتخاب کنه، یا مثلا گیاهخوار بود، یا مثلا آدم عجیبه. بعد خیلی برگرفته از فرهنگ هند و شرق و اینا چیز بود. یا مثلا شنیدم ماشینای آلمانی میشسته مثلا ساعت‌ها نگاه می‌کرده. مثلا چیکار می‌کنی؟ برام جالبه. این به خاطر زاویه نگاه یه آدم کارآفرین کلا یه جوری ان. اینو قبول داری؟ نمیدونم، شاید. خدا. اگه اون شخصیت تاریخی مثلا، چون تاریخ هم تو میخونی، زیاد خوندی، هم بخوای گفتگو کنی، به نظرت کی جذابه؟ فاتح چیز کی بود؟ بیت المقدس. فاتح بیت المقدس؟ یه فیلمی هم داره. آره نمیدونم. صلاح‌الدین ایوبی. جالب. صلاح‌الدین ایوبی. آره خیلی جالب. فیلمش هم خیلی جالب. فیلمش بخوام معرفی کنم، اون فیلم معرفی میکنم. اسمش یادم نمیاد، سرچ کنم چت جی پی تی بزنم میاره. فیلم صلاح‌الدین ایوبی راجع به جنگ‌هایی که توی حالا اون دوران اورشلیم و اینا میشده فکر میکنم، بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها و یهودی‌ها و آره فیلم جالبی، خیلی فیلم جالبیه. یه میم ازش تو اینستا زیاده. یه پادشاه ماسک زده‌ایه، ماسک فلزی زده چون مریضی پوستی داره. اون فیلم جالبیه. مثلا چیزای زیادی میشه ازش یاد گرفت. بهترین دوستت کیه؟ بهترین دوست من یه رفیقی دارم، عشق فلسفه و این فازاست. بنده خدا دوست خوبیه برای ما. اسم بگم؟ بگو. اسمش حسنه. اسمش حسن. دوست زیاد دارم. خیلی اون بهترین دوستته. گفتی اهل فلسفه است؟ خیلی آره پیگیر. و این نگاه فلسفیت هم اون روش تاثیرگذار بوده؟ 100% طبیعتا. چه با هم گفتگو می‌کنید؟ چیکار می‌کنید؟ راه میریم با هم حرف می‌زنیم. مطالعات داریم. چی حرف می‌زنید؟ همین فلسفی؟ این بحث‌های فلسفی. حالا فلسفه مثلا به معنای فقط صحبت کردن اینا نیست، یعنی یه تفکر، مدل فکری فکر کنم. بیشتر روی مدل فکری کار می‌کنیم. یه جمله اگه ازش بخوای نقل کنی چیزی یادت هست؟ بریم فلافل بخوریم. چی بگم؟ جمله زیاد گفته، جمله خوب. خودش اهل جمله گفتن و ایناست. آره نریشن‌های ریلامونو
از این به بعد حسن انجام بده. اگر یک صدایی به داتام اضافه بشه صدای حسن. اگر یه صدایی به داتام اضافه بشه صدای حسن. خیلی عالی. و امیر حسین دوست داری بعداً بهت بگن چی کاری چی شدی؟ نه مثلا اینجوری بگم اونجا میخوام باشم، نه ببین زندگی چیکارت میکنه دیگه. نگاه خیلی جالبه، نگاه فلسفی، یه نگاه خاصی داری دیگه کلا، چه نسبت به خودت، چه نسبت به مطالعاتت، چه نسبت به کارت. خیلی عالی. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و اومدی به برنامه ما. ازت ممنونم. برای داتام بهترین ها رو می‌خوایم. امیدواریم کلی اتفاقات جذاب براتون بیفته. حتما یکی دو تا گیفت به ما بده. خلاص ما تو برنامه‌مون از گیفتات اسپانسرت میشیم. ببین ما هنوز این میکرو اصلا تازه راه افتاده، بعداً اگه گرفت بعد میگی ببین مثلا اسپانسر برنامه ما مثلا داتام بوده. باعث افتخار. خیلی هم از شما دوستان ممنونم که ما رو همراهی کردید. امیدوارم گفتگو براتون مفید بوده باشه. حتما برامون کامنت بذارید، بهمون بازخورد بدید. اگه مهمونی رو به نظرتون باید دعوت کنیم بهمون بگید که دعوتش کنیم. ارادت.